هلو everybody، خوش اومدید به یه قسمت دیگه تحلیل و بررسی فیلم و سریال ایرانی. بله، ترانه هستم، رضا هستم. اومدیم با بررسی سریال دفتر یادداشت نوتبوک قسمت 7. Let's go. تو قسمت 7 کلیت داستان حول ناصر میگرده و هوش ایرج رو داره نشون میده. یعنی یه جایی قراب برگاش میریزه، میگه که وای مگه میشه یه آدمی اینقدر، اونجایی که میاد خونه ایرج داره دنبال قضیه ها میگرده و داستان چیزایی که ایرج پیدا کرده رو بررسی میکنه، یه جورایی از هوش ایرج شگفت زده میشه. دنبال این کلمه میگشتم، شگفت زده چقدر سخته. یه مطلب پشمریزون بهتون بگم، برگ ریزون. آره، دکور و قسمت‌های از داستان سریال نوتبوک برگرفته شده از داستان آندی مردرز این دی بیلدینگ، از روی اون کپی شده. جدی؟ آره. و حالا یه نکته دیگه هم که بهتون بگم این که کارگردان سریال نوتبوک و سریال 7 جفتشون کیارش اسدی زاده است که خب نگاهش کاملا نگاه متفاوت و خاصیه، توی سریالایی که داره کاملا مشخصه. البته که اصلا سریال 7 به این قدرت هنوز نیست، خیلی متفاوت از بقیه سریالای نمایشخانه‌ای. تو این قسمت نظر راجع به غراب چی میده؟ دقت یه چه شخصیت شبیه ایرجه، همینجوری سرشو میندازه میاد تو خونه مردم. آره، انگار که یه نسبتی با هم دارن. آره، یه جوریه که انگار مثلا یه پیشینه‌ای با هم داشتن. ببین، من یه فرضیه دارم راجع به غراب، که من احساس میکنم که غراب نازنین خوشش میاد و ایرج پدر نازنینه. این احترام بیش از حدی هم که غراب براش قائله، برای شخصیت ایرج قائل، به این موضوع ربط داره. شاید تو کل فیلم شخصیت غراب رو یه جوری داره جوونی‌های ایرج نشون میده، یعنی انگار همون استایل رو داره، همون چیز رو داره، همون عادت‌ها رو داره، همون مدل. ایرج سیگاری، غراب فقط سیگاری نیست ولی جاش خلال لمین استفاده میکنه. دقت کردی؟ و میگه که این فرضیه چه درسته، چون میگه که تو خونته این داستان و اونم میگه تو خونته و جفتشون تو خونشون هست انگار. این اما تو کل این داستان میبینیم که ایرج نسبت به غراب یه برتری داره. یعنی نسبت به غراب ایرج فکرش بیشتر، حالا تجربهش بیشتره، چیش بیشتره، چون هر جایی که غراب بخواد موتیشو بگیره ایرج زودتر متوجه این قضیه میشه. کجا بره؟ نشستم به در نگاه کنم. ایرج چی کار میکنی آقا؟ نظر راجع به لوکیشن و فیلمبرداری این قسمت چی بوده؟ به نظرم خیلی قشنگه، تمیز و خفن. ببین، این قسمت از سریال نوتبوک شبیه خوابای من بود. یعنی عجیب غریب و اصلا یه جاهایی سر در می آورد که اصلا یه جوریه که انگار این سریال تو یک فضای دیگه است. یا ایران نیست یا اصلا واقعیت نیست. نه، ایران که خب فکر می‌کنم نیست، چون هم فضای پلیسش متفاوته، مدل خونه ها متفاوته. اصلا دفتر غراب خیلی خفن بود، یک ساختمون نیمه کاره که ساختمون پلیس باشه واقعا جذابه. اینکه اگه دقت کرده باشی هیچ کدوم از پلیسا درجه ندارن، همشون یه سری لباسای ساده دارن. مثلا لباس پلیسی هم که اینجا نشون میده اصلا نشون نمیده که لباس پلیس مثلا کشور خاصی، انگاری که کارگردان فرار رو به جلو کرده برای در رفتن از تیغ سانسور. یعنی اومده این کارو کرده که نشون بده خب این مکان هیچ جایی نیست و خب یک کشور فرضیه تو ذهنش، که اگه خواست با پلیس شوخی کنه، اگه خواست با نمیدونم هر کسی شوخی بکنه، چون در حالت عادی شما نمیتونید چون استایل اصلا چیز اعتراف گرفتن غراب هم متفاوته دیگه با چیزی که داخل تلویزیون ما می‌بینیم. یعنی تو سریال‌های ما هیچ وقت پلیس رو اینقدر خشن نشون نمیده که برگرده توهین کنه به متهم و فلان چیزا، ولی غراب خیلی راحت اصلا اینقدر نوب نشون نمیده پلیسا. نوب که غراب که نوب نیست، ولی خب اون نه اونایی که رفته بودن خونه و فلان چیزا خیلی جالب بود. به نظرم این حرکتو کردی که دستش باز باشه برای شوخیاش. کلا هر چیزی داخل این فیلم می‌بینیم مختص خود فیلمه، یعنی چیزی نیست که انگار تو دنیای واقعی وجود داشته باشه، همه چیش مختص خودشه. از استایل اون خونه، اون آپارتمان، اون مجتمع، هر چی که بهش میگن، تا تمام شخصیت‌ها برگرفته. اصلا مجتمعش یه جوریه که تو از در هر خونه‌ای که وارد میشی وارد یه دنیای جدید میشی. این خیلی برای من قشنگه. تمام خونه‌هاش، تمام
استایل شخصیت هایی که داخل اون خونه ها زندگی میکنن یک چیز متفاوت و جدیده. فکر میکنم یعنی این تصور رو دارم که حمید LGBTه. چرا؟ ببینید رنگ مختص LGBT رنگای صورتی و بنفشه و همه اینجوری نیستن. آره نه خب این دیگه بالاخره کارگردان پاییز رو برسونه که این کارو میکنه دیگه، مخصوصا که کارگردان خیلی با رنگ‌ها بازی داره میکنه توی این سریال. اولین نشونه‌ای که نشون میده که این آدم LGBTه حالا رنگ لباسش. دومین نشونه‌ای که به ما میده وقتی تو حمومه، سکانس حموم که ایرج در باز میکنه و میره تو حموم. چیکار میکنی اینجا؟ برو بیرون. معمولا آقایون دستشون جای دیگه میزنن ولی حمید دست لیفو گرفته اینجا. یعنی این باز میتونه که از دلایلی باشه که حمید LGBTه. داخل خونه‌ش هم کلا چیزای زنونه است دیگه. از تو این قسمت که رژ لب داخل میز تلویزیونش هست، قبلا هم لباس زنونه و عطر زنونه تو قسمت یکش لباس عروس پوشیده بود اصلا. اونجا که اصلا هیچی. بعد کلا این داستان رو انگار میشه گفت راجبه. یه جا هم که با ایرج میرن خرید بکنن، به ایرج میگه که تو ماه گرفتگی داری که آره. ماه گرفتگی رو ایرج خودش ندیده بود هیچ وقت و اون چرا دیده بود. این هم میتونه دلیلی باشه که این تمایل به همجنس داره. حالا فرضی است فقط. من میرم بیرون، من هیچ کس نیستم. یه فرضیه که تو این قسمت بر من به وجود اومد اینه که تمام داستان‌های فیلم ذهنیت ایرج، یعنی ما داریم همه چیز رو از POV ایرج میبینیم. این حالا چیزی که من تو این قسمت احساس کردم که شاید هم چیزی باشه. ما همه چیز داریم از POV ایرج میبینیم، یعنی جایی که میره که برسه به قاتل تا جایی که حافظش یاری میکنه رو میرسه به قاتل، بعد که ریست میشه و برمیگرده ما هم همراه با ایرج، یعنی کل سریال همراه با ایرج ریست میشه و برمیگرده از اول دوباره داره دنبال قاتل میگرده. این حالا ذهنیت هم برای من به وجود اومد توی این قسمت. کلا POV رو خیلی خوب نشون داد دیگه. اون قسمتی که به پلیس گفت هولم بده، آره. بعد دوباره نشون داد که پشت پلیس است، برگشت گفت هولش بده دیگه، میخواد ببینه داخل کیف آدم هست یا نه. خیلی خوب نشون داد. این حالا تصویر برداریش خیلی خوب بوده، همه چیش خیلی خوب بوده. جدای از اون استایل رو خیلی خوب رسوند. من داشتم میگشتم دنبال اسم پدر، نمیدونم چرا داشتم میگشتم دنبال اسم پدر امیر و ناصر و این مسئله نظرم به خودش جلب کرد. اونم این که روی پلاک ماشین ها اسم صاحب ماشین نوشته شده با تهش هم شماره واحدشون. مثلا روی ماشین امیر نوشته شده، رو پلاک ماشین امیر نوشته شده داوود 113 که شماره واحد امیره. داوود حالا اون کسیه که به نام سام سیو شده بود تو ماشینش. ماشین رو قرض داده بود. آره. ماشین مال داوود بود ولی واحد 113 ازش استفاده می‌کرد. آره. بعد مثلا روی ماشین قراب نوشته شده قراب، رو پلاک قراب نوشته شده قراب و تهش هم نوشته شده 681 فکر می‌کنم. آره 600 خورده که خوب میشه این شک رو برد که قراب حالا یا تو بچگیش همون موقعی که پدرش فوت شد، چون اکثر قتل رفت تو این ساختمون داره، یا توی این ساختمون فوت شده و اسم شماره واحدش این بوده، یا اینکه اینجا واحد داره یا حالا با کسی توی این ساختمون نسبتی داره که شمارش اینه. غراب شماره پلاکش بوده 681. خب الان دیدیم که شما که ندیدین، ما دیدیم که واحد ایرج هست 504، واحد حمید هست 503. از اون ور منیر که پنت هاوس این ساختمون رو داره واحد طبقه بالایی ایناست، یعنی واحد 600 خورده هم داریم. آره مثلا 600 خورده داریم. پس باید منتظر واحدهای 600 خورده در جلوتر باشیم ببینیم واحدهای طبقه بالا به کی ربط داره. خب راجع به قاتل نظریت چیه الان؟ ببین این الان نظریم به نظریه تو نزدیک شد. اونجا باید مخالف بودم با همین، ولی اینجا میتونم بگم میدونی باز هنوز اون داستان سنه رو داریم. خب اون جایی که پدر ایرج کشته شد حمید بچه بود، اما شخصیت این که من به عنوان کارگردان بیام قاتل رو یک مرد بدونم وقتی همه فکر می‌کنن زنه، خیلی جذاب‌تره دیگه. اصلا دلم نمیاد فکر کنین دختر رو بکشم بالا. دوستتون داریم خیلی زیاد. گود با خدافظ. خب که منی
آره یعنی میتونم بهت بگم اصلا اصلا آروم باش.